سرخط خبرها. قانون منع لباس بیگانه و ایدگردک امضا شد. مرگ 3 زائر تاجیک هنگام ادای حج و بازداشت یک مرد برقع‌پوش در مرکز تاشکند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 21 ایون. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان قانون بحث برانگیزی منع ایدگردک و لباس بیگانه را امضا کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی پرزیدنت بعد از نصف روزی 20 ایون خبر داده است. با اطلاع منبع امامعلی رحمان با 35 قانون از جمله قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک امضا گذاشت. از این به بعد آوردن، فروش، ترغیب و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه و ایدگردکی کودکان منع می شود. پیشتر گروه از ساکنان و روحانیان در داخل و خارج اصلاح‌ها را در مورد ایدگردک و منع لباس به اصطلاح بیگانه تنقید کرده خواهان بازبینیش بودند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت در شرح امضای قانون‌ها نوشته است که قانون‌های به امضا رسیده با تأمین رشد اجتماعی و اقتصادی کشور، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، تحکیم ثبات و آرامی جامعه و قانونیت و ترتیبات روانه شدند. بعد در مطبوعات به نشر رسیدن قانون آن به حکم اجرا می‌دراید. در مراسم حج امسال 3 زائر تاجیک جان باختند. طور خبرگزاری از پلوس با تکیه به کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم خبر داده است. شهروندان هلاک شده ساکنان شهرهای دوشنبه، خوجند و ناحیه فرخار بوده. جسد آنها در عربستان سعودی به خاک سپرده شدند. سبب مرگ آنها گرمای شدید بوده است. اما شخصیت نفران جان باخته و سن و سال آنها معلوم نیست. قبلا خبرگزاری فرانس پرس شماره زائرانی که در موسم حج فرضی امسال در شهر مکه عربستان سعودی جان باختند 922 نفر گفته بود. سال جاری از تاجیکستان 7000 زائر به حج رفتند و مناسک آن را به جا آوردند. با اطلاع کمیته دین اولین گروه زائران 23 ایون به وطن برمیگردند. شروع از دیروز 20 ایون در شهر دوشنبه کامراهای اتوماتیک و رادارهای در راه نصب شده فعال شدند. با اطلاع وزارت نقلیات تجهیزات نام برده 5 نمودی ویرانکنی قاعده‌های حرکت در راه از جمله بلند کردن سرعت حرکت، نبستن کمربند بی‌خطری، توقف در خطهای دوم و سوم، برآمدن به خط مقابل حرکت، مانع ایجاد کردن به حرکت دیگر واسطه نقلیات را ثبت می‌کنند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه را مقامات یک عامل اصلی صدمه‌ها در کشور می‌دانند. این نوبت ما از راهگذران و ساکنان پرسیدیم که آیا این کامراهای نظارتی می توانند رعایت قاعده‌های حرکت در راه را به تنظیم درآورند و پیش راهی صدمه‌ها را بگیرند؟ پاسخ را یک جا می‌بینیم. به خاطر این کامرا برای ریمنت، برای تلفن، برای نظارت کردن همین هر خیل وایاده سیستاسو. خیلی سوزای، لیکن کامرا بودگی سوزای. همون نگاه کرده شافیرها کمتر رعایت میکنن. من ریمنت تاسما را بسته میگیرن. مقصد اینه شخصا یک تش خدم رعایت میکنم، امور را میبینم استم میرم احتیاط میکنم که همیلیش چی نشود جریمه. یگان جای چیش نیست. نظر به پیشتره حوز خیلی نه که او خیلیش هم هست که مثال او چی کدگیش امور اهمیت هم نمیته. چی خیلی میفوره های میکنه رفتن میگیره. و فکری من بعضی نگاه هم نمیکنم. ممکن بعضی نگاه کنن و کمک پیش همین اواره هم خیلی چیزایی گیرد، مثلا سویتافور سرخ نگذارن. بعضی اهمیت نمیتیم که اگر تاکسی بشینه سویتافور سرخ نمیگذارن. جایی که نباشد میگذارند. و فکرم اگر بیشتر باشد همین کامرا فایدهش بیشتر. بعضی انسان‌ها هستن که مثلا نه کامرا رعایت میکنن نه یگان چیزا. میخواد که جهت خوب شه. من خیلی نسبت نظر پیشتره خیلی میبینم اول پیش خودای دبولا پیش خودم میسند یا که دنی میدیم سیتافور گذشته رفته سر فرق نداره. های کارمندای بازرسی دولتی اتومبیل خیلی اوخا مثال بعضیشون مثال نظرشون نمیگیره. این گذشته رفتن میگه اینی که حاضری که مثال کامرا بسیار شد. انا وای که با کار درآمدن بعضیشون که کار نمیکردن از با کار درآمدن خیلی به نهایت خوب شد. ای خیلی بابای من اوج من معقول شده مقصدم خیلی ایروش هست. مثلا که خیلی اگون صدمان دوچار نمیشه خدا باش کرد اما تینجا دی فکر میکنم بهبودی میآورد ولی کمی وقت لازم میشود.
از همین لحاظ ترتیبات جمعیتی و قاعده حرکت در راه را باید همه مردم رعایت نمایند. замара камтар карда метавонад дар роҳҳои дароз аст ку раҳои шоссеинӣ масалан раҳи битонкава ҳамҷа ба радар мондан радар хуб кардам барое ки ҷо беҳад сахай мекунам баъд раҳи путовский аст ку ҳамун раҳи путовскирам ана ҳозир аҳамият додам радарош бисёр шуд ду дона буд бисёр шуд ҳамунҷабам бисёр мондан аҷоиб шуд аку ба фикри ман ки ана садама камтар мешавад ҳатман ҳай одаме аст ки сахай мекунад аку чӣ хегум ҳай ба ҷони худаш ба мақсад фикри худаша кунад ҳатман остаҳай мекунад бо ҳатман фикри дигар касам кардан дар роҳ агар бо барвақттар мешуд бо хубтар мешуд мақсад садама бо камтар авариё камтар мешуд нисбат ба пештара манан нисбат ба пештара бо камтар мешуд мақсад қонунро нақсар риоя мекунем мисол дар тоҷикистонмон. ماموران پلیس شهر تاشکند 19 ایون در بازار چهارسوی شهر مرد را بازداشت کردند که لباسهای زنانه از جمله برقع پوشیده بود. خبرگزاری گازیتا اوز با استناد به منبع خود در مقامات حفظ حقوق ازبکستان اطلاع داده که مرد برقع پوش ساکن 22 ساله ناحیه بوقعی ولایت تاشکند بوده است. او را در اساس قانون درباره پوشانیدن روی در جایهای جمعیتی که مانع شناسایی می شود دستگیر کردند. زیدی بازداشت شده با بندهای اطاعت نکردن به طلب قانونی کارمند مقامات کارهای داخلی و با چهره پوشیده حاضر شدن به جایهای جمعیتی که مانع شناسایی خواهد شد پرونده بازگشته است. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 31 اکتبر سال 2023 قانون را امضا کرد که برای حاضر شدن در جایهای جمعیتی با روی پوشیده از 270 تا 400 دلار جریمه پیش بینی میکند. کره جنوبی بعد امضای سازشنامه همکاری و دفاعی میان روسیه و کره شمالی انتقال سلاح را به اوکراین بررسی میکند. در این باره خبرگزاری ریون خب با استناد به مشاور امنیت ملی کره جنوبی چان خو چژین اطلاع داده است. حکومت سخت نگران است و امضای سازشنامه را محکوم میکند اظهار داشته است چان. با گفته او همه گونه همکاری که به تقویت نظامی کره شمالی مساعدت میکند خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. کره جنوبی یکی از بزرگترین صادرکنندگان سلاح در دنیا است ولی تا حال به اوکراین اسلحه نفروخته است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین چند قبل گفت در همکاری های دو کشور این کار سئول را قدر میکند. یک قطار رسانه‌ها نوشتند که احتمال تیرهای کره جنوبی به آمریکا انتقال یابند و واشنگتن در نوبت خود آنها را به اوکراین دهد. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرمان بقازاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی شان جایگیر بوده و شمول آن کل سرس، قله اسماعیل سامانی، منطقه های درواز و ونجوی از گلام داخل می شود. صبح امروز ارزش روبل روسی پایین رفته 1000 روبل به 121 سومانی برابر شده است. 100 یورو به 1140 سومانی و 100 دلار به 1063 سومانی.
آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان بود، اما شما روزهای استراحت هم می توانید خبر و گزارش‌های تازه را در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. برایتان استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهبانتان.